نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. عرض سلام و مهر خدمت تمام شما دوستان عزیز. خدا کنه که صحتمند و سرحال باشین. امروز آمادیم در یک پروژه که از طرف اداره شهرسازی ولایت هرات قرار است که اینجا به اکمال برسه، از شروع پل انصاری تا به او سمتای سرک شیدایی که مدرسه قیاسی میشه. امروز آمدیم از کارگرای عزیز ما که در اینجا مصروف کار هستند صحبت‌های شیرینشان بشنویم و بازسازی وطن خود را انشالله با شما نظاره‌گر باشیم. تا آخر کلیپ با ما باشید. حاجی کاکو جان خوبین؟ الحمدلله بخیریم. ان شاء الله صحتمند. جان جور الحمدلله. قربان شما زنده باشید. زنده باشید. میشه که کمی درباره پروژه برای ما معلومات بدیم؟ ما که به کار از اول که شروع کنیم 3 سال میشه کار میکنیم. تنها به این جگا که شروع شده تقریبا 3 برج 4 برج میشه که به این کار بیشتر میشه که به این کار درمونده ایم. نه گاهی به شرع گاهی جگای کار فایده‌آمد. بسیار خوبه. چند روز میشه که کار به صورت قوی شروع شده و کار؟ این کار اول به اسلام غلط درموندیم بودیم، بیامد حالا 3 4 5 روز میشه که کار شدید شروعی دیگه حاله. بله. اکمال از این پروژه چی وقته کی ختم میشه؟ ان شاء الله تا 6 ماه وقت گذاشته که تمام شه. بسیار عالی. این سرک ایت مستقیم به کدو طرف میخوره؟ این میره به شیدایی به پسته کاریزک میگه بالاتر هم میگه. از این سرک دیگه میته مستقیم میریم. مستقیم میره بله. بسیار بسیار خوبه. ان شاء الله ما و شما شاهد از این باشیم که یک روز میته با این سرک دیگه اسفالت بریم خود شما بسیار. امید به خدایا. امید خدا هم کامیاب داشته باشه، اسلام برقرار باشه. ان شاء الله. امید به خدایا، امید به خدا. تشکر، دست شما درد نکنه. زنده باشید قربان شما. خیر باشیم. تشکر. سلامت باشید. دوستای عزیز، امروز قسمی که برای شما گفتم همین پروژه در حال کار هست و ماه مبارک رمضان هم هست. لالای گلم هم زبان و روزدار دیگه زحمت میکشم. حاجی برو جان مونده نباشیم. سلام علیکم. مونده نباشیم. خوب انشالله بخیر. صحت شما خوبه؟ اسم شریف شما؟ اسمم مومن جان. مومن جان عزیز، چند روز میشه وارد از این پروژه شدیم و کار جریان داره مومن جان؟ به زی پروژه یار شاید من که تازه بیامدم 4 ماه میشه از خود مکه بیامدم، ولی من 1 سال میشه کار میکنم به همین شرکت که فعلا ما هست. دیگه جای کار کردم، یعنی اینجا 4 ماه میشه که من فعلا موجود کار هستم. وظیفه شما در کل همین دستگاه و همین؟ بله. وظیفه من که هست غلطک. بله. چند دور باید دور بزنیم که تا این غلطک را بفته و بالاخره سرک صافت بشه؟ این سرک تا خور بگیره ما باید 8 تا 9 پاس بزنیم، یعنی هر دفعه که میریم 1 پاس حساب میشه. یعنی تمام سرک به دوش شما دیگه، نه یک غلطک یا 2 تا؟ بعضی موقع 2 تاییم، بعضی موقع یکیم. شلوغ کار سعی میکنیم، کار زیاد باشه باز یک کار میکنه، یک میره به سایه دیگه. همین کاره هست دیگه. بسیار خوبه. این سرک قراره تا به مدرسه قیاسی و کاریزک بخوره، درسته؟ حالا که همیته گفته شده دیگه، سعی کنیم که قسمت نصیب ما شه. اکمال از این پروژه به نظر شما چقدر طول خواهد کشید؟ یار اگه قرارداد برسه انشالله که کار زود پیش میبره. یعنی تخمینا چقدر وقت طول میکشه؟ یعنی تقریبا 6 ماه میشه که ما همه کار شروع کردیم، یعنی خودم میگم که 4 ماه میشه، 2 ماه خاکبرداری، 6 ماه ما به اینجا برسیدیم. اسفار دارن که شما بدیدیم دیگه. بله. یعنی شاید 6 ماه دیگه هم طول بکشه. شاید هم انشالله. بسیار عالی، موفق و مؤید باشیم. تشکر از اینکه وقت خود گذاشتید برای ما. قربان شما وقت خوش داشته باشید. خوشحال شدم از دیدار شما. تشکر. دوستای عزیز، یعنی واقعیت کار کردن در این هوای گرم به این ماه مبارک رمضان
واقعا کار بسیار دشوار و سختیه و ببینیم که عزیزای دل ما به خاطر بازسازی و پیشرفت کشور عزیز ما چقدر زحمت میکشن. هوا و گرمی و تحمل زبان روزدار بر از اینا بسیار مشکله، ولی باز هم کوشش و تلاش هموطنای عزیز ما است که بیشتر برای بازسازی کشور ما و برای ترقی کشور ما کار بکنن. با ما باشید. اجماع جان خوب این سلام. سلامت باشه، جور باشه، زنده باش، بخیر بیامدید. سلامت باشیم. چی رقم است؟ چند روز میشه این کار صورت گرفته و به نظری شما چقدر میتونه روی رشد و پیشرفت این منطقه و به حساب بازسازی صورت و تاثیر داشته باشه؟ این خب خیلی وقت شروعه، مثلا جلو از زمستون هم شروع بود، باز اینجا هم خونه ها بود که تا سرک بود، تا نقشه بود. دیگه با دولت یک کار بکرد که همین زمستون مردم از خونه هاش به در نکرد. مثلا وقت داد که بعد از زمستون این کارا باز یکم پیش رفت. دیگه اونجا خیلی پلا هم هست، پلا کلون هم درست کرده. این خوب آبادی کشور خیلی خوبه. مثلا این 50-60 سال جلوتر اگر ما جنگ نبودی، کشور محروم بودی، حالی به یک جای میرسیدیم. همه کار دیگه واقعا باشه سرک سازی فعلا به افغانستان خیلی شروعه. از این جگه بگیر تا مثلا خود من یک موترونیم که موتر کلون میچلونم بلین کابل قندهار کار میکنم. شاید اون جگه مردم دیده باشه سرک از قندهار تا کابل خوب سرک اما قدیمی هم تیار شده، لین دوم از دم دروازه کابل تا شیشگاه نزدیک غزنی وان تیار شده، ولی این برم کار میکنی بر قندهار. دیگه این سرک ها به ایرات هم واقعا باشه، این سرک القویه مثلا موترها بادغیس از این کلنا از این بر میره میوه. این سرک دیگه واقعا خیلی خوبه با مردم به این محل. خود من همینجا زندگی میکنم. خدا کنه که کشور ما همیشه آروم باشه، همین تا پیشرفت باشه به کشور. ان شاء الله. یک جان سپاس، تشکر از شما. سلامت باشه، زنده باشه. بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستای عزیزی بود گزارشی که از بازسازی های سرک حلقوی که از سمت پل انصاری تا به پسته کاریزک یعنی سرک شیدایی ولایت هرات برای شما تهیه و ترتیب کردیم. خدا کنه که از ابتدا تا به انتها خوش شما آماده باشه و نظریات نیک خود را با ما همچنان شریک بسازین در شماره واتساپی که در زیر نویس هست و انشالله به امید افغانستان پیروز، آباد و سربلند و همچنان الحمدلله که میبینیم بیشتر سرک هایی که در هرات کار ناتکمیل بود یا اصلا سرک نبود، الحمدلله دولت عزیز ما بازسازی های زیاده کرده. تشکری میکنیم از اداره محترم شهرسازی ولایت هرات که واقعا در طی 1-2 سال که گذشته واقعا پیشرفت های چشمگیری کرده از بابت بازسازی های خود سمت شهری و همچنان سرک هایی که ساخته شده واقعا خیلی عالی هست. تا گزارش های بعدی که باز هم به عیسی سمیر عرفان در خدمت شما هستم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روز بر همگی شما خوش. خدا نگهدار.